زنده باد ایران و ایرانی، صبح همگی بخیر. اما ما از روزی که روزآمد اومد و مهمان شما شد قرار شد بر اینکه ما ساکن یک خیابون 40 میلیون نفری شدیم و در این خیابون هر از گاهی میریم و پرسه میزنیم. هفته قبل مدیر این خیابون 40 میلیونی در سفر بودن، در روزآمد نبودن، اما امروز اومدن و ما قراره بار دیگه به این خیابون سفر کنیم با محمد عمرانی عزیز که بهش سلام و صبح بخیر. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. من خیلی کم سعادت بودم، هفته گذشته خدمتتون نبودم، ولی خب من خیابون دیگه‌ای بودم که به اندازه 40 میلیون نبود، یکی از خیابون‌های کشور همسایه و این رو عرض می‌کنم که یکی از مزایایی که ما در داخل خیابون 40 میلیونی اگر یه فضایی رو ایجاد کنیم به راحتی ما میتونیم وارد خیابون‌های دیگه هم بشیم و وارد خیابون‌های میلیاردی بشیم و به صورت جهانی میتونیم با یه سبکی و با یک ایده خاصی بتونیم حرکت کنیم و خیلی از شرکت‌هایی که الان داریم نگاه می‌کنیم داخل کشورمون ما وبسایت‌های موفقی رو داریم که الان به صورت جهانی هم دارن کار می‌کنن. توی این خیابونی که بودی یک نمایشگاه آیتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بود دیگه، اونجا قشنگ قدم زدی، اما دیدی که اونقدر ظرفیت ما رو نداره. یعنی ما یک حجم 40 میلیون نفری رو محمد عمرانی در همون بخش اول گفت که داریم و امروز داره میگه توی اون سفری که داشته و در اون خیابونی که قدم زده جمعیتش کمتر از 40 میلیون نفر همینطوره. خب من طبق روال گذشته اگر اجازه بفرمایید صحبتامو با یه سوال از شما شروع کنم. همیشه همینطوریه. عرض خدمتتون که ما داریم به آخر سال نزدیک میشیم و همونطور که مشخص هستش ترافیک‌ها داره افزایش پیدا میکنه و یه مقداری سخت دسترسی به فروشگاه‌های مختلف و دسترسی برای خرید و کارهایی که به صورت عمومی ما داریم انجام میدیم. شما ترجیح میدی اگه یه کالایی رو بخوای خرید کنی این کالا رو از این خیابون 40 میلیونی بخری و به صورت مجازی خرید کنی یا اینکه دوست داری وارد یک فروشگاه واقعی بشی و بتونی فروشگاه متعددی سر بزنی خرید کنی؟ صادقانه بگم اگه الان بگم بشینم پشت کامپیوتر و از دنیای مجازی خرید کنم، شما میگه آقا تحرکت کم شده بعد بری پرسه بزنی. من میرم تو خیابون و سعی میکنم که خرید کنم با این کار تحرک بیشتری هم داشته باشم. این جواب جلو دوربین بود. بسیار خوب. به شرطی که ولی اگه صادقانه بخوام بگم دوربین نباشه، تلاشم اینه که خب اگه بتونم از دنیای مجازی خرید کنم استفاده کنم. بسیار عالی. به شرطی که شما پیاده روی کنی و تحرک داشته باشی موضوع مشکلی نیست. خب ولی اگه بخوای با ماشین حرکت کنی اینها با توجه به ترافیک و آلودگی هوا و اینها خب ترجیح اینه که به صورت مجازی خرید انجام بشه. خب خرید از این خیابون 40 میلیون یه سری مزایایی داشت که قبلا هم با هم دیگه صحبت کردیم. 24 ساعت بازه؟ بله درسته. 24 ساعت بازه، انتخابای خیلی زیادی داریم، ما مقایسه‌های زیادی داریم، ابزارهای زیادی رو داریم در این خیابون که میتونه کمک کنه که ما بهترین خرید رو انجام بدیم. خب امروز ما می‌خوایم وارد این خیابون بشیم ببینیم اگر ما بخوایم یه مدل کسب و کار رو ایجاد کنیم، کسب و کار جاریمون رو یا یه ایده جدید رو اگر داریم، اگر بخوایم که وارد شیم و این رو ایجاد کنیم چه مراحلی رو داره؟ مراحلی رو که من برای این موضوع دیدم رو اگر که من بتونم بله بفهمید. مراحل ایجاد کسب و کار در خیابان 40 میلیونی اولیش تطبیق یک استراتژی موفق. بله ما برای ایجاد هر کسب و کاری احتیاج داریم که یک استراتژی موفق و هدف گذاری کنیم و روش‌های رسیدن به اون هدف رو که بهش میگن استراتژی رو مورد بررسی قرار بدیم. بعد از اون که هدفمون رو شناختیم، میدونستیم می‌خوایم چیکار کنیم، بعد بریم یه وبسایت حرفه‌ای درست کنیم، یه جایی رو درست کنیم، یه مغازه‌ای رو ایجاد کنیم توی این خیابون 40 میلیونی که آدما بتونن واردش بشن و ما بتونیم خدماتمون رو بهشون ارائه کنیم. درسته. بعد از اون خب حالا ما این مغازه رو ایجاد کردیم، چطور میتونیم ما که اونجا تنها نیستیم، کاربرای زیادی کاربرای بسیار 40 میلیون نفر اونجا هستن و ما باید بهشون بگیم ما وجود داریم و به ما سر بزنیم و ما داریم این خدمات رو به شما ارائه میکنیم و چرا باید از ما خرید کنید و از مغازهای دیگه خرید نکنید، چون رقبای خیلی زیادی در این خیابون وجود دارن و روش‌های خیلی زیادی وجود داره که ما بتونیم ترافیک ایجاد کنیم و آدما رو بیاریم داخل این فروشگاه که اونها بتونن از این فضا استفاده کنن و خدمات و یا کالای مورد نظرشون رو پیدا کنن. بعد از اون که اومدن داخل فروشگاه ما چیکار باید بکنیم که افزایش فروش و ترغیبشون کنیم که کالای ما رو بخرن و یا اینکه چه استراتژیایی وجود داره، چه روش‌هایی وجود داره که ما بتونیم کالای بیشتری به اونها بفروشیم و بتونیم نیاز اونها رو به بهترین شکل ممکن تامین کنیم و ارزش‌های خیلی زیادی رو برای اونها فراهم کنیم. خب اگر وارد مرحله اول بشیم، همونجوری که مشخص شد ما اولین گاممون تعیین اهداف هستش. در بازاریابی و در همه مدل‌های کسب و کار همونجوری که قبلا هم اشاره کردیم هدف گذاری ما بر حول و محور مشتری باید شکل بگیره. حالا مشتری ما یه رفتار خاص دیگه‌ای هم داره
رفتارش اینه که داخل فضای مجازی هستش و یه ادبیات خاص خودش رو داره. اینجا نیازهاش یه خورده متفاوت هستش. خب مثلا شما نیازی که یه نفر در فضای مجازی داره اینه که به سرعت بتونه کالاشو پیدا کنه. یعنی یه فضای براش فراهم بکنیم که راحت بتونه از بین حالا گزینه‌هایی که داره کالایی که مد نظرش رو انتخاب کنه. بسیار عالی. یا اینکه بتونیم راهنماییش کنیم بر اساس یه مدل خاصی چطور کالا رو، کدوم کالا براش بهترین کالا هستش، بتونه قیمت‌ها رو مقایسه کنه، بتونه کارهای مختلفی رو انجام بده که ما بتونیم بهترین شیوه تأمین رضایتش رو فراهم کنیم. یعنی مشاوره بده. بله. اگه الان اینجا مثلا مغازه روزآمد در نظر بگیریم، من انقدر راحت میتونم این مشاوره رو بدم که بسیار خب. چه مثال خوبی. شما الان برای روزآمد خب یه برند فوق‌العاده ایجاد کردید و خدا رو شکر الان بله شما آقای خرمشاهی و یه کار بسیار بسیار عالی انجام شده و بازخوراش به ما میرسه که این بازخورها بسیار بازخورهای خوبی هستش. خب ما چطور میتونیم روزآمد رو که یک مدل موفق شده در این خیابون 40 میلیونی عرضه کنیم؟ یعنی خب ببینید الان مثلا همین الان به ذهن من رسید یه بخشی از بیننده‌های ما شاید سر صبح توی منزلشون نباشن یا توی حالا تردد باشن، نتونن اینو ببینن. ما بریم یک سایتی درست کنیم یا مثلا توی فضای مجازی حضور بیشتری داشته باشیم، اطلاعات و دسترسیش رو آسان‌تر کنیم واسه اونهایی که همین مثلا گفتگو امروز من شما رو از دست میدیم. بسیار عالی. پس هدفایی که شما دارید میگید هدفیه که شما بتونید همیشه در دسترس مخاطبتون باشید. مخاطبتون بتونه یه ارتباط دو طرفه با شما داشته باشه، بتونه به شما تعامل کنه، بتونه نظراتش رو بگه، بتونه سوال بپرسه، بتونه حتی اگر برنامه شما رو میبینه اگر خواست یه بار دیگه یه نکاتی رو مرور کنه بتونه به راحتی مرور کنه. بنابراین شما هدف گذاری میکنید و میگید که من چه خدماتی رو برای مخاطبم در نظر میگیرم. بعد از اینکه هدف گذاری شد ما باید برنامه‌ریزی کنیم که چطور میتونیم این اهداف رو در فضای مجازی با استفاده از ابزارهایی که وجود داره به بهترین شکل بهشون دسترسی پیدا کنیم. خب من یه مثال بزنم خدمتتون. فکر کنیم که یکی از هموطنای ما که یه سوپرمارکت دارن میخوان که همین سوپرمارکتشون رو بیان یه شعبه در این خیابون 40 میلیونی بزنن و اهدافی که میتونن داشته باشن همین اهدافی هستش که تقریبا شبیه به اهدافی هست که شما میخوان همیشه در دسترس باشن، میخوان بهترین شکل مشتریانشون رو نیازشون رو تامین کنن در هر زمانی و مشتریانشون بتونن در سریع‌ترین زمان ممکن کالای مورد نظرشون رو پیدا کنن و خرید کنن. حالا ما باید چیکار کنیم؟ باید برنامه‌ریزی کنیم با استفاده از ابزارهایی که داریم. ما بتونیم ابزار جستجو برای مشتریان این سوپرمارکت بعد درست کنیم. این سوپرمارکت کالاهای متفاوتی داره، طبقه‌های مختلفی داره. مثلا خب لبنیات داره، مثلا کالاهای مواد شوینده داره، مواد غذایی داره. آره کلی از ما اگر بتونیم طبقه بندی کنیم در فضای در بهترین حالت و مشتری ما بتونه طبقه‌های مختلف کالا رو به راحتی پیدا کنه و بتونه کالاهای برندهای تجاری و نام‌های تجاری رو کنار هم بذاره و قیمتاشون رو مقایسه کنه و بدونه کدوم یکی چه مزیتی داره، نظرات کاربران چی بوده نسبت به اون کالا و اگر رتبه بندی بتونه داشته باشه. اینجا حتی از یک فضایی که فروشگاه معمولی هم هستش ما ابزارهای بسیار بسیار فراتری رو در اختیار مشتری قرار دادیم و یه سری ابزارهای دیگه‌ای رو هم میتونیم براشون داشته باشیم که بتونن به راحتی تحلیل کنن که این کالاها مثلا چه تاریخی وارد فروشگاه شده و گردشش رو بتونیم بهشون گزارش بدیم. خیلی از ابزارهای تحلیلی رو هم ما در فضای مجازی میتونیم داشته باشیم. یه نکته الان شما اینو میگین آدم هی ذهنش رو تطبیق میده. توی حالا بحث سینما و تئاتر الان این سایت‌هایی هستن که بلیط‌ها رو از طریق فضای مجازی میفروشن. بعد جالبه اونهایی که رفتن این فیلم یا تئاتر رو تماشا کردن میان اون زیر نظر می‌نویسن که من این تئاتر مثلا دیدم، فلان بازیگر توش خوب بوده یا مثلا کارگردانیش خوب بوده این فیلم و اون میشه یک رفرنس و منبع میشه، بقیه بهش استناد میکنن و یه بحثی اون زیر شکل میگیره. شما میبینید که مثلا یه ساعت دارید اون بحثا رو میخونید و کاملا در جریان اون اثر قرار میگیرید. بسیار مثال خوبی رو زدید. ما همین رو در بحث کالاهای دیگه هم داریم، در کالاهای مصرفی و ما میتونیم رتبه بندی کنیم. مشتریان ما میتونن رأی بدن به یک کالای خاص و این رأی ها میتونه تاثیرگذار باشه در جستجویی که ما برای کالای مورد نظرمون داریم و مشتری ما، مخاطب ما به راحتی میتونه بهترین انتخاب رو انجام بده. بنابراین بیشترین میزان رضایتش رو هم میتونه داشته باشه. ما 3 دقیقه وقت داریم مهندس. در قسمت بعدی ما باید ایده های نو داشته باشیم که هر چه میتونیم ارزش آفرینی بیشتر کنیم برای مشتری. من یه مثالی خدمتتون عرض کنم. فرض بفرمایید در همین سوپرمارکت من میخوام برم شیر تهیه کنم. اگر که این سوپرمارکت
متوجه باشه رفتار من رو و میدونه که اگه من لبنیات میخرم ممکنه بخوام کره هم بخرم، ممکنه یه سری کالاهای مکمل دیگه هم بخوام بخرم. اگه اینها رو بیاد به صورت یه بسته به من پیشنهاد بده، بگه اگه بخوای این بسته رو بخری که این بسته کامل صبحانه است، من به شما 10% تخفیف میدم. پس اینجا من یه ارزش آفرینی دیگه هم برای مشتری ایجاد کردم. اومدم کالاها رو با هم دیگه بسته کردم و این بسته رو دارم با یه قیمت بسیار بسیار خوبی به عنوان یه ارزش به مشتریم ارائه میکنم. ما باید همش دنبال ایده هایی باشیم که در فضای مجازی چطور میتونیم سرویس بهتری بدیم و ارزش آفرینی بسیار بسیار بیشتری رو برای مشتریمون داشته باشیم. در نهایت من فکر میکنم که حالا یه مقدار سریعتر هم بگم ما باید نگاه کنیم ببینیم اگه بحثمون احساس میکنیم میمونه میتونیم هفته بعد ادامهش بدیم. ادامه میدم. من فقط یه مدل ارائه خدمات در کسب و کار اینترنتی رو هم ما باید طراحی کنیم که یک مشتری ما از زمانی که کالا رو انتخاب میکنه و پرداخت میکنه چطور اون رو پرداخت کنه، روش‌های پرداخت چیه، چطور امنیت داشته باشه، مثلا بتونه حالا همین سوپرمارکت از طریق کارت‌های بانکی پرداخت بشه، یا اینکه زمانی که کالا تحویل داده شد پولش رو پرداخت کنه و برگردونه. و این انتخاب‌ها رو ما میتونیم برای مشتریمون طراحی کنیم و این طراحی‌ها رو که ایجاد کردیم بعد بتونیم در فضای اینترنت اون رو شکل بدیم. اگه من یه جنبندی فقط بخوام داشته باشم اینی که خب اول از همه قرار شد چیکار کنیم؟ قرار شد هدف گذاری کنیم. دقیقاً بدونیم می‌خوایم چیکار کنیم. دقیقاً مشتریمون رو بدونیم که دنبال چی میگرده، ما باید چه شکلی به بهترین شکل اون نیازش رو جواب بدیم. و در مرحله بعدی اینه که برنامه‌ریزی کنیم که با استفاده از ابزارهایی که در فضای مجازی داریم چطور میتونیم اهداف رو بهش برسیم و اینی که ایده‌هایی رو داشته باشیم که تا میتونیم خلق ارزش کنیم برای مشتریمون و در نهایت مدل‌هایی که می‌خوایم به مشتریمون سرویس بدیم رو مکتوب کنیم که بتونیم به بهترین شکل بهش اطلاع رسانی کنیم و انجام بدیم. خب اینم یک جنبندی بسیار خوب. یک سری نکاتی رو محمد عمرانی عزیز امروز مطرح کرد در این خیابون 40 میلیونی که الان هممون ساکنش هستیم و در اون قدم میزنیم برای خرید محصولاتمون، تامین نیازهامون. یه نکته بود و فکر می‌کنم خیلی نکته کاربردی بود، اینکه بسته پیشنهادی مثلا برای صبحانه کسی آماده کنه. این میتونه مد نظر حتی اون واحدهای صنفی خرده فروشی هم باشه که محصولات خودشون رو میتونن در یک بسته‌بندی حالا مبتکرانه عرضه کنن و از این طریق ارزش افزوده بیشتری داشته باشن، سهم بیشتری هم از بازار به خودشون اختصاص بدن. این پرونده باز هست. ما در این خیابون همچنان ساکن هستیم و روزهای سه‌شنبه ما محمد عمرانی قدم میزنیم. توی بخش‌های بعدی برنامه‌مون قراره که بیشتر و با جزئیات بیشتر در این رابطه یاد بگیریم. اینجا روزنامه